نظر شما در مورد داخل شدن تاجیکستان به اتحاد اقتصادی اوراسیا، تاجیکستان از وارد شدن به اتحاد اقتصادی اوراسیا چی منفعت خواهد گرفت و چی باخت ها در اینجا خواهد دید؟ خب ببینید، این یک موضوع بسیار فراخ است. یعنی موضوع وارد شدن تاجیکستان به اتحاد اوراسیا یا اتحاد گمرکی یک بسیار موضوع فراخ است که درباره اون باید ساعتها باید صحبت کرد. ولی اگر در عموم موقع من و فکر شخصی بنده رو اگر میخواهید فهمید، من گمان میکنم که وارد شدن تاجیکستان به اتحاد اوراسیا قدم خوب است. یعنی یک فکر خوب است و تاجیکستان باید ضرورت دارد که وارد شود به اتحاد گمرکی. با دو جمله میخواهم موقع خودم دلیل وارد شدن ثابت نمایم و اون این است که ببینید، ما در تاجیکستان نداریم شرکتی را که سالانه 3 4 و یا 5 میلیارد دلار فایده وارد کند، یه فایده خالص. ولی یگانه منبعی که ما میتونیم از اونجا فایده خالص به دست بیاریم و هیچ چی بگم یگان مبلغ هم صرف نمیکنیم، این انا همین مهاجرا است. یعنی امروزه یگانه مبلغی که بدون کدام مشکل به کشور وارد می شود، این از جانب مهاجرا است. 3 4 5 میلیارد دلار. یعنی تا حال استاتستیک اصلی را ما در دست نداریم که واقعا هم مهاجرا چقدر مبلغ وارد میکنند به کشور. اگر در عموم همین حساب کنیم، واقعا تاجیکستان از این حساب برد میکند. شاید در یگان سمت‌های باخت کند، ولی به واسطه همون باختی هم که هست از حساب وارد کردن مبلغ از جانب مهاجرا، این باخت ها پرداخت میشوند و جای خودشون میگیرند. و چه کسایی نمیخواهند که تاجیکستان به اتحاد اوراسیا و یا اتحاد گمرکی وارد شود. من گمان میکنم این همان مونوپولیست‌هایی هستند که بدون پرداختن مبلغ گمرک و بدون پرداختن انداز از چین و از دیگر کشورها بار کالا وارد میکنند. اونا میترسند که اگر تاجیکستان به اتحاد اوراسیا وارد شد، حتما نظارت بالای واردات مستحکم میگردد، شدت پیدا میکند و اونا دیگر نمیتونن از راههای فراری و از راههای کارپسیونی استفاده برده بار بدون پرداخت گمرک وارد کشور گردانند. این در دو جمله اگر شما موقع منه اویدی انا همین سوالتان که برد و باخت تاجیکستان من خدمتتان ارائه فرمودم. ببینید جناب ایزد، امان حکومت تاجیکستان 5 سال است که از وارد شدن به اتحاد اقتصادی اوراسیا دست میکشد و با هر بهانه این را به عقب میگذارد، یا اینکه عموما میل وارد شدن به اتحاد اقتصادی اوراسیا ندارد، در حالی که خود حکومت با تمام اعضایانش مدت حدود 1 سال میزند حتی 100 میلیون سرمایه به تاجیکستان وارد کردن نمیتواند از جانب خود مهاجرین تاجیکستان. خیلی شما قید کردید حدود 4 میلیون شاید 5 میلیون استاتستیکای معین وجود ندارد و تاجیکستان وارد میکند. چرا این همه را حکومت نادیده گرفته حتی برای مهاجرین تاجیکستان بهبودی نمیبخشد در وضع برد و باش آنها در فدراسیون روسیه؟
خب ببینید موقع حکومت تاجیکستان و موقع دولت مردم همین است که حتی در یک صحبتش وزیر مالیه کشور همین ابراز داشت که بیایید دیگه مهاجرا را حساب نکنیم، یعنی روی مهاجرا ما دیگه تکیه نکنیم، یعنی پولی که مهاجرا وارد میکنن او را دیگه به حساب نگیریم، چون که بودجه دولت از دیگر جانب ها، از دیگر سمت ها، از دیگر ناحیه ها پر می شود. ولی این خودش یک حرف مزخرف است. چگونه می شود مثلا نزدیک 1.5 میلیون نفر نادیده گرفت؟ یعنی فایده ای که پول مبلغی که اونها وارد میکنن، حتی به نزدیکی از پلوس هم یک تحقیق گذراندن و یک مواد خوبی هم چاپ کردن که حساب کردن دیدن که حدود 60% بودجه دولت از حساب واردات مبلغ مهاجرا پر می شده است. بنابر همین من بازم تاکید میکنم که تاجیکستان، دولت تاجیکستان ناگزیر است. این البته پیش از همه یک دست کمک برای مهاجرای کشور است. شما میدونید 2 میلیون مهاجر در این کشور، در روسیه، در یک حالت بسیار وخیم قرار دارند و همه ساله پتنت و پول پتنت و رجیستراسیا و انواع دیگری حجت ها زندگی مهاجرا را تیره گردانیده است، بد کرده است و هزار و صدها هزار به خاطر به دست نآوردن پتنت و دیگر مدارک بودوباش امروز نمیتونن بیاین به روسیه، یعنی دست اونا باز می شود. تصور کنید که هر یک مهاجر در سال 100,000 روبل مبلغ یعنی فایده می بیارد، اکنام میکند. همون پول پتنت و پول رجیستراسیون و دیگر ما حساب کردیم حدود 100,000 روبل است، نزدیک چیزی به $2,000 فایده می بیارد و این فایده این البته به تاجیکستان می رود و تاجیکستان که رفت، شما تصور کنید هر یک عائله در ماه، هر یک عائله در سال حدود $2,000 فایده می بیند. وقتی که وضعیت عائله بهبود شد، مسلم است دیگه وضعیت زندگی مردم که بهبود شد، وضعیت دولت و حکومت و ترقیات هم بهتر و بیشتر می شود. بنابراین من از فرصت استفاده برده از دولت مردم تاجیکستان خواهش میکنم که نسبت این نکته بی‌پروا نباشند و بیشتر بالای وارد شدن به اتحاد اوراسیا فکر کرده باشند. ببینید جناب ایزدمان، با حساب رسمی که مهاجران تاجیکستانی ما 1,200,000 را تشکیل میکنند در فدراسیون روسیه. هر یک مهاجر در تاجیکستان 5 نفر را میخوانند. این حدود 6 میلیون نفر گویا که در شانه همین مهاجرین هستند و مهاجرین تاجیکستانی ما در روسیه تأخیر میشوند، در روسیه پشتیبان ندارند و شما هستید که تا یک جای با همون امکانات‌های محدودتان کوشش کرده ایستادید از حقوق مهاجرین دفاع کنید. چرا حکومت که این همه پولها به جیب آنها میرود، به جیب خانواده آنها میرود، آن ماشین‌های فسانه که آنهاش میشینند میگردند، این از پول مهاجرین است. آن دغدغه‌هایی که در تاجیکستان میکنند اینها هم از پول مهاجرین. چرا با این همه نیرو توانمندی در پهلوی مهاجرین ایستاده از مهاجرین تاجیکستان حمایت نمیکنند؟ چرا شما با تنهایی این مسئله رو به دوش گرفتید؟ یک نفر هستید ولی حکومت با تمام تواناییش از مهاجرین تاجیکستانی ما دفاع نمیکند. سبب در چی است؟ نه ببینید، من گمان نمیکنم که مشکل این حمایت از مهاجران باشد. نه، در اول هم ذکر کردم که منافع چند نفر مونوپولیست که به تاجیکستان بار وارد میکنن، اونا در اصل مشکل ایجاد کردن، مانع ایجاد کردن که حکومت تاجیکستان به اتحاد اوراسیا وارد نشود. یعنی منافع 4-5 مونوپولیست بیشتر و بهتر از منفعت‌های 1.5 میلیون تعداد مهاجران برای حکومت کشور گشته است. متاسفم، ولی بازم تاکید میکنم که
حکومت تاجیکستان ناگزیر است به این اتحاد وارد گردد. شاید در دراز مدت باز فایده بیشتر بینه، ولی در حال حاضر از حساب خود مهاجرین بسیار فایده هنگفت به دست آوردن ممکن است. چرا منفیت 7 دختر 7 داماد از منفیت 1.5 میلیون یا 6 میلیون اگر در مجموع گیریم بالا می ایستد؟ چرا ما در چون یک جمعیتی یک جامعه دموکراتی زندگی میکنیم با طبق قانونمون، طبق قانون اساسیمون، ولی مردممون حقی بیان کردن موقع خودشون رو ندارن. هر کسی که در این حال مثلا موقع خودش رو بیان میکند البته زود گناهکار میکنند. فرض مثال یکی شما، چرا ما به چنین حالت آمدیم رسیدیم؟ این همه از کجا این مشکلات های آغاز می شود؟ چرا بالای ملت ما چنین مشکلات ها همیشه در 10 سال اخیر وجود دارد؟ ببینید چراها خیلی زیادند، ولی اگر یک چرای از همه بزرگ امروز خواهیم که حل فصل نماییم و تاکید نماییم، آن این است که ما هنوز کار برای حمایت از حقوق خود نکردیم، انجام ندادیم. ما مردم ملت است، منظور من ملت است، در راستای حمایت از حقوق خود و طلب حقوق خود خیلی کم فعالیتیم یا اصلا فعالیت نداریم. بنابر همین سبب می شود که حقوق ما پایمال گردد، حقوق انتخاباتی ما، رأی ما پایمال گردد و ما در یک وضعیتی وخیم قرار گیریم متاسفانه. و این من هر بار تاکید میکنم که هر یک حکومت وظیفه اولین درجهش هرچی بیشتر باقی ماندن در رأس دولت است. یعنی هر یک حکومت وقتی که سر قدرت میبیاد تمام کوشش به خرج میتید که هرچی بیشتر در سر قدرت باشد و حکومت امروزه، رژیم امروزه تاجیکستان استثنا نیست. اونم دیگه کوشش میکند که هرچی بیشتر 30 سال که هست باز کوشش میکند که مثلا 30 سال دیگه باز سر قدرت باشند و برای این کار، برای این اهداف خودشون از یگان کار رو نمیگردانند. شما دیده ایستاده. ولی بازم تاکید میکنم که مشکل در حکومت ها نیست، مشکل در حکومت ها نیست، مشکل در طلب خود مردم است. مردم در طلب خود، در طلب حقایق خود، حق خود بسیار می شود گفت تنبلند، یا همون حق و حقوق نمیدونند یا که میدونند و مثلا از طلبش میترسند. تا اون وقتی که در این حالت ترس و خوف ما قرار داریم و میترسیم از طلب کردن حق خود، ما انمی حقوق ما پایمال گشتن میگردد. و این حکومت ها در اینجا گناهکار نیستن برادر عزیز. گناهکار ما هستیم که نتونستیم به طور احسن حقوق خودمون از حکومت ها طلب کنیم. منظور من فقط حکومت تاجیکستان نیست، در تمام کشورهای آسیای مرکزی یک دیکتاتوری و یک حکومت می شود گفت یک رژیم مستبد حاکم است در تمام کشورهای آسیای مرکزی و مردم این مناطق، مردم این منطقه دائم زیر ظلم حکومتشان هستند. چرا؟ فقط به اون خاطر که این مردم حالا بلد نیستند که چگونه حقوق خودشان را طلب کنند. فکر من مشکل همین است. بله. مناسبت های دیپلماتی تاجیکستان و روسیه رو چگونه ارزیابی میکنید و می شود روسیه رو در همچون شریک استراتژیکی خوان در چنین مناسبت هایی که امروز تاجیکستان و روسیه دارند؟ خب ببینید، ما طبق قراردادهایی که بین تاجیکستان و روسیه بسته شده‌اند، در واقع تاجیکستان و روسیه
شریکای استراتژی هستند و خب این استراتژی را هر یک جانب به طور خودش میفهمد. مثلا برداشت تاجیکستان از این شریک استراتژی یعنی روسیه یک گونه هست و جانب روسیه به یک گونه دیگر برداشت میکند. ولی همین که ما یعنی روسیه ما را شریک استراتژی خودش اعلام کرده است، به فکر من خوب است، بد نیست، خوب است. ولی ما باید ببینیم که جانب روسیه برای شریک استراتژیش برای تاجیکستان چی کارهایی را انجام داده ایستاده است، یعنی چی فرق بین شریک استراتژی و غیر استراتژی روسیه یگان فرقیت میگذارد یا نه. خب مسئله مهم انا همین است. ببینید اینجا بعضی شرطنامه هایی که بین تاجیکستان و روسیه به امضا رسیدند تا امروز بعضی از آنها عملی نشدند. سبب عملی نشدن این شرطنامه ها رو شما در چی می‌بینید؟ چرا حکومت کنونی تاجیکستان از اجرایش شرطنامه ها از روسیه طلب نمی کند، یا اینکه متهم است به یک طور از جانب روسیه، یا چی است که یا روسیه همچون شریک جدی نمیداند پرزیدنت تاجیکستان را همچون جدی مناسبت نمی کند با شریکش. مشکل در کجا است؟ مشکل در رهبریت کشور تاجیکستان است یا مشکل در چی است که اجرایش شرطنامه ها بین تاجیکستان و روسیه عملی نمیشوند، اجرا نمیشوند؟ ببینید، اجرا نشدن شرطنامه ها از یک جانب یا از هر دو جانب این یک تجربه بسیار طبیعی است. یعنی کشورها، خیلی از کشورها میتونن قراردادهای را بندن که بعدش دیگه فراموش شود و اجرا نشود. و در مثال روسیه اگر شما خواهید این را دیدن، روسیه نه فقط با تاجیکستان، با دیگر کشورهایی که امی یک در سطح استراتژی شریک هست و کار میکند و فعالیت میکند، نسبت اونا هم خیلی یک مشکلی را دارد که قراردادها سر وقت مثلا کار نمیوند یا اجرا نمیشوند یا اصلا به فراموشی سپرده نمیشوند. این دیگه وابستگی دارد از جانب تاجیکستان که تاجیکستان چقدر در حق حقوق خود و به اجرا رساندن قراردادها پافشاری میکند. اگر جانب تاجیکستان پافشاری کند و از جانب روسیه تقاضا کند، طلب کند اجرایش قراردادها را، شاید انجام شود. ولی تاجیکستان به خود نگاه کنید، ما یک کشور خرد برای روسیه هستیم و شاید از جهت استراتژی اونقدر مهم هم نیستیم، فقط از جهات مثلا حربی بله، چون که در تاجیکستان شما میدونید دیویز 201 روسیه فعالیت میکند، چندین سال شد. از این لحاظ بله ما برای روسیه اهمیت مهم داریم، ولی از مثلا از جهات اقتصادی ما برای روسیه زیاد اهمیت خاصی نداریم. بنابر همین در بعضی حالتها بله قراردادها متاسفانه پیاده نمیشود. انتظاری شما از معرکه‌های انتخاباتی سال روان چی است و این معرکه‌های انتخاباتی به مهاجرین ملتی تاجیکستان یگان سود خواهند آورد یا این مسخره بازی ها هیچ تاثیر نه به مهاجران نه به آینده آنها نمیرساند؟ من درباره انتخابات های در پیش ایستاده چندین بار در بخش های مستقیم موقع خودم اعلان کردم و بازم انشاءالله یک دو روز پس یک نوار خاصی همین انتخابات نشر خواهم کرد و اون این است که مهاجرین از این روندهای سیاسی کشور، از این انتخابات ها خیلی بدورند. در حالت یعنی خواهش داشتنم در شرکت در این انتخابات ها، اونا از جهت فیزیکی نمیتونن دسترسی به
سبدهای رای دهی داشته باشند یا نقطه های رای دهی داشته باشند و از همین لحاظ حدود 1,000,000 1.5 میلیون شهروند از معرکه بسیار مهم یعنی انتخابات مجلس عقب میمونند، اصلا میافتند و اگر هم که انتخابات های صورت گیرد به گمان من رأی دادن در حالتی که مردم نمیشناسند که به کی رأی دهند. خب باید به کی رأی دهند؟ به کدام حزب رأی دهند؟ مردم این حزبا را نمیشناسد، رئیسای این حزبا را نمیشناسد، نمیداند، رئیسای این حزبا فعال نیستند و برای مردم اصلا نافهمو نمیدونن که چیکار کنن مردم به کی رأی دهند. یگان الترناتیو وجود ندارد بغیر از حزب خلقی دموکراتی. یگان الترناتیو امروز در میدان سیاسی تاجیکستان وجود ندارد. مثلا یک حزب سوسیالیستی تاجیکستان داریم، من نمیدونم یگان اعضا دارد این حزب یا ندارد که اون البته موقعش موقع حکومت است. هیچ وقت ما ندیدیم که حزب سوسیالیستی تاجیکستان با رهبری عبدالحلیم غفاروف یا حزب دموکرات تاجیکستان با رهبری سید جعفر اسمانوف کدام وقت از فعالیت حکومت یا کار پارلمان یا یگان پدیده دیگری جمعیتی یگان خوردگیری کرده باشند، یگان مشکلی جامعه را در پارلمان برداشته باشند. مردم اینا را نمیشناسند، بنابر همین شرکت خودشان در این معرکه ها بیفایده میبیند و گمان من هم همین است که در این 5 ساله نزدیک هیچ تغییرات صورت نمیگیرد و وکلای مجلس هم از قبل تعیین شدگیند. من پیشنهادم کردم که نام این معرکه را انتخابات نه بلکه تعیینات موندن در کار. میبینیم دیگه هر کی میبیاد وکیل میشود اونو تعیین میشن. ببینید جناب ایزد امان در تاجیکستان انتخابات های شفاف هیچ وقت نگذشته بود و نخواهد گذشت تا دوره‌ای که این حکومتداران این صنف حکومت در سر قدرت است، چون آنها با یراق اصلی از سر قدرت آمدند. آنها زبان یراق را میفهمند، زبان دیگر را نمیفهمند. آنها توانمندی ندارند که با دیگر تیم ها در سیاست رقابت کنند، همچنان که در بازار اقتصادی آنها رقابت کردن نمیتونند. دامادهایش این آن را برده محکم میکنند و خود پرزیدنت و خود نزدیکاش اگر که کسی از آنها را ماند آنها هم به رقابت آموده نیستند که با یک تیم سالم سیاسی رقابت کنند و چند نقطه را هم گذاشتند برای انتخابات و در چنین شرایط برای مردمی که اصلاحات میخواهند، برای مردمی که تغییرات میخواهند، برای آنها کدام گزینه را باقی آنها خواهند گذاشت؟ چون مردم دیگر امید با راه و روش اِوالوسیونی ندارند. با طریق انتخابات ها نظام کنونی سنگین را برطرف کردن نمیتونند و از این نظام هم خسته شدند و چی راهی را باید پیدا کنند، چی راهی را روند که این نظام تغییر یابد و آنها به یک آزادی های سیاسی و دیگر آزادی های دینی هم رسند. مردم بیشتر باید که سر قضیه آینده خود یعنی در میدان سیاسی تاجیکستان باید فعال باشند. حتی یگانه تغییر نظام از راه انتخابات است، یعنی راه قانونی از راه انتخابات است. مردم با شرکت خود در انتخابات ها یا بدون شرکت خود در انتخابات ها میتونن یک میسیجی به حکومت روی کنن که دیگر این طور نمیشد مثلا زندگی کرد. باید یک گونه آزادی، یک قسمت کمی آزادی باید در فضای آزاد. ببینید جناب ایزد امون در فضای آزاد میشود فکر شما را عملی کرد، ولی در فضایی که امروز تاجیکستان دارد فضای بسته و نمیشود چون وجود ندارد و مردم با کجا روند؟ رای مردم دزدیده میشد، اصلا از مردم نمیپرسند.
ببینید 50% انتخاب کنندگان بیرون از تاجیکستان هستند. برای آنها اجازه رای نمیدهند. بیشتری مردم در انتخابات اشتراک نمیکنند و آنها باز هم 98% و 80% و 90% میگن مردم در انتخابات اشتراک کردند. این همه تقلب کاری، مردم با چنین تقلب کاری چگونه میتوانند نظام خود را عوض کنند؟ وجود ندارد، زمینه وجود ندارد. چگونه میتوانند با این چنین حالت به انتخابات روند؟ خب دیگه متاسفانه ما همین حالت داریم. من بازم تاکید میکنم که وظیفه ما و شماست که حق و حقایق به مردم فهمونیم و امروز فرهنگ سیاسی مردم بالا برداریم و به مردم بفهمونیم که مردم خب قانون، مجلس، حکومت و دیوان وزیران اینا آینده ساز شما هستند. مردم چون نظر و نگاه مردم نسبت همین روندهای سیاسی، نسبت پارلمان و حکومت کشور بی تفاوت است. اینا مردم، اکثریت مردم فکر میکنند که خب اگر من روم به انتخابات چی میشود، نروم چی میشود. خب و نرفتن ترجیح میدهد به رفتن، چون که بالکل من به گفته شما راضیم. مردم میدوند، اکثریت میدوند که رأی او هیچ تغییراتی وارد نمیکند، بنابر همین نمیرود. وقتی که مردم انتخابات نمیروند، مسلم است دیگه رأی او دزدیده میشود و به کسایی که اصلا ارزش رأی دادن ندارد داده میشود. بنابر همین من از مردم دعوت میکنیم که مردم باید که در چاره‌بینی‌های سیاسی فعالانه شرکت کنند، موقع خودشون حمایت کنند و وظیفه ما و شما امروز بلند برداشتن فرهنگ سیاسی مردم است و به مردم فهماندن که در این چاره‌بینی‌ها شرکت کنند و از موقع خود حمایت کنند. ببینید در چنین شرایط که فعلا ما قرار داریم، نمیشه بهتر نیست که از تجربه ارمنستان استفاده بریم؟ چون در ارمنستان هم چنین یک نظامی سنگین وجود داشت و یک نظامی دیکتاتوری و آنها توانستند که با راه جمع آمدن، گردهمایی و توانستند که این دیکتاتورها و این شخصیت هایی که غیر قانونی دیگر نظام رو میخواستند از زیر دست خود نگاه دارند، آنها را از قدرت دور کردند. چی می شود که این مردم تاجیک رو نه به اون سمت، به این سمت آموده کرد و به این سمت بود که مردم با راه صلح آمیز به میدان بیایند و موقع خودشون رو در میدان بیان کنند که نمیخواهند دیگر این حکومت رو، از این حکومت خسته شدند. خب ببینید، ما از شما از ارمنستان سوال کردید. ما هم مردم ما فرق میکنن از مردم ارمنستان و هم حکومت ما فرق میکنن از ارمنستان. حالا در ارمنستان مثلا به اصطلاح مردم ارمن به دست کدام پیر آب ریخته بودیانو جناب سرژ سرکیسیان فرمانی تیر کشادن به سوی مردم نداد. ولی کجا ما گارانتی داریم که همین حالت در تاجیکستان روی میزند؟ یعنی حکومت ها فرق میکند، مردم ها فرق میکند. هیچ وقت مردم ما آماده نیست که برای طلب حق خودش بیاید مثل مردم ارمنستان. و بعد فراموش نکنید که مثلا ما سالهای 90 و 91 یک جنگ شهروندی داشتیم که بیشتر از 200,000 نفر شهید دادیم و مردم حالا در فکر خودش همون سالهای جنگ باقی است و مردم هم میترسند که خدای نکرده اگر وضع از این بدتر نشود. حالا ما یک انتخابات از دست میچیم، ولی خدای نکرده اگر یک بی سر و سامانی صورت گیرد، امکان داره ما کشور از دست دهیم و مردم این چیز خوب بدوند و حافظه مردم هست، برای مردم میترسند. جناب ایزد امان، چرا مردم تاجیکستانی ما اینقدر ترسو شدگی هستند، از حقوق خودشان حمایت دفاع نمیکنند و حتی هر ظلمی را هم بلاشان انجام دهند، آنها آموده هستند این ظلم را به شانه خود گیرند، ولی هیچ آموده نیستند که سر خود را بردارند و از حقوق خود حمایت کنند. فرض مثال آخران هم بانک ملی تاجیکستان
یک مرکز پروسسینگی رو تاسیس داد و در این مرکز پروسسینگی دارد باز داماد پرزیدنت درآمد میکند و مردم در اینجا ضرر دیدن، مردم از این اذیت میکشند و پول مردم رو باز هم زیادتر میگیرن از اینجا. چرا مردم از این همه ظلم ها، از این همه بیدادگری هایی که حکومت هیچ چیز برایشان نمیکند هم باز هم ظلم میکند و صدای خود را نمیکشند؟ این همه سبب های ترس از کجا آمد برای این ملت؟ خب قسما به سوال خودتان جواب دادید که مردم دیده ایستادند که هر کی صدا بلند میکند دعوت میشود، هر کی صدا بلند میکند زندان میشود. خب تجربه سالهای 90-91 هست، مردم موقعیت خوب درک میکنند، بنابر همین یک حالت طبیعی است و باید که ما به این مردم حق بدهیم که بترسند. چون که شما ببینید اینقدر مردم در حال حاضر، من همین چند روز اخیر زیاده از 1000 نفر در زندان قرار دارن با گناه عضویت در کدام اخوان المسلمین. مردم اینا میبینند و طرف حکومت هم به خاطر آن کلیسه است که مردم ببینند بترسند و یا فکر بکنند تا که نبیان سر میدان. و حکومت هم خوب میداند که امروز شرایط خیلی خیلی وزنین است، وضع زندگی مردم بسیار وزنین است و به همین خاطر با راه همین بازداشت ها یک گونه میسیج میفرستد به جامعه که اگر شما از حق خود مثلا دفاع کنید و حق خود طلب کنید و خدای نکرده به میدان بیایید و یک کار دیگر انجام دهید، ما شما را زندانی میکنیم، ما شما را به جوابگری میکشیم. و مردم اینا خوب درک میکند، بنابر همین میترسد. این ترس مردم طبیعی است، معمولی است. و من بازم تاکید میکنم که وظیفه ما و شماست که مردم از حقانیت و از حقوق خودشان مطلع سازیم و بگیم که مثلا قانون چیست، پارلمان چیست، حکومت چیست، تا اینکه یعنی با یک سینه فراخ و بدون ترس دیگه میدان رو بیارن. خب ببینید شهروندان ما هر روز بیشتر از 100 نفر شهروندی روسیه رو میگیرند و خود یک چند روز پیش در اخبارها نیز برآمد که در 5 سال اخیر بیشتر از 8000 شهروند تاجیکستان شهروندی قرغیزستان رو دریافت کردند. با چنین ترتیب در قزاقستان و دیگر کشورها این روند بسیار زود رفته ایستاده است. آیا گرفتن شهروندی دیگر کشورها برای تاجیکستانیا چی فایده دارد و چی خوبی دارد یا با آینده دولت ما، با آینده ملت ما چی تاثیر خواهد رساند؟ این همه فرارها، این همه گرفتن شهروندی دیگر کشورها و سبب چی است که امروز مردم از گرفتن شهروندی دیگر کشورها بسیار هوسمند هستند؟ مسلم است دیگه. یه سوالی هست که بفکرم که هر یک شهروند تاجیکستان میتوند به او جواب بدهد. شما یک بار نزد نمایندگی خدمات مهاجرت روسیه در دوشنبه در تاجیکستان بروید، ببینید مردم چقدر کوشش میکنند که از کشور خارج شوند، چرا که شرایط زندگیشون خیلی وزنین است و اکثریت کسایی که میخوان خارج شوند و شهروندی روسیه را گیرند متاسفانه مع الاسف اینا متخصصینند، اکثریت طبیبانند، فارغ التحصیلین دانشگاه طبی تاجیکستانند که در روسیه نمیرسد. و چرا شهروندی قرغیزستان و قزاقستان میخواهند دریافت کنند؟ زیرا که شهروندی روسیه را دریافت کردن مشکل تر است و از راه شهروندی قرغیزستان را دریافت کردن میخواهند به حدود روسیه بیایند و در اینجا کار و فعالیت کنند، زیرا که احترام شهروندان قرغیز در اینجا و بود و باش اونها خیلی خیلی بالاتر از دیگر کشورها هستند. تشکر بسیار از شما جناب ایزد امان و امید داریم که در برنامه‌های ما انشاءالله باز اشتراک میکنید و موقع خودتان در اینجا اون مسئله بیان میدارید. با شما تشکر برای دعوتتون. خدا نگهدار. سلامت باشید. خدا نگهدار.